خداوند خدای قادر مطلق، خداوندی که پر از جلال، عظمت و بزرگی هستی، تو رو سپاس میگیم ای خداوندم برای حضورت در زندگی هامون. سپاسگزارتیم خداوند برای فرصتی که ایجاد کردی تا به حضور پرجلال تو بیایم ای خداوندم، و این 21 روز رو به ما فرصت دادی تا خداوندم در تو تازه بشیم ای خدایی که عظیم هستی. تو رو شکر میکنیم که خداوند مهیا کننده هستی و ما رو به خودت نزدیک و نزدیکتر میکنه ای خداوندم. تو سپاس میگیم، با قلبی فروتن به حضور پر از جلال تو میاییم و ظرف هامون رو به حضورت میاریم، ظرف هایی که خیلی وقتها پر از منیت انسانی ماست، پر از غرور ماست، پر از اون چه که از من انسان برخواسته. خدایا اون ظرف ها پر از آلودگی خداوند، اون ظرف ها رو تقدیم تو میکنیم ای خداوند و از تو میطلبیم که ظرف درون ما رو خالی کنی و از تمام اون آلودگی ها و پر کنی از حضور شیرین خودت. به نام پرجلال عیسی مسیح امروز در حضورت اعتراف میکنیم که انسان های گناهکاری هستیم. اعتراف میکنیم که با قدرت انسانی خودمون خداوندم قادر نیستیم مسیر رو به درستی طی کنیم. خداوندم خیلی وقتا توی مسیر کم میاریم. ما میطلبیم حضور تو رو خداوند عظیم و میخوایم تمام لحظات ما در دستان پرجلال تو باشه. خداوندم ای خدایی که پر از عظمت، جلال و بزرگی هستی، خداوندم ای که عظیم هستی، ما امروز ظرفامون رو به حضور تو بردیم و میدونیم خداوند وقتی ظرفمون پر از آلودگیه صدای ما به گوش تو نمیرسه. خدایا هر آنچه که در ظرف‌های ما هست، هر آنچه که در گوشه‌های قلب ما هست، در فکرهای ما میگذره و شاید پنهانش کردیم، شاید نمیخوایم ازشون دوری کنیم، شاید ای خداوند یادمون رفته، خداوند همه رو به حضور تو میاریم و از تو میخوایم که برای ما آشکار کنی اون چه که از تو نیست و در ما هست رو تا خداوندم و به ما قوتش رو بدی تا بتونیم خدایا ای خداوند عظیم با اونها روبرو بشیم و بتونیم در نام پر از جلالت از اونها آزاد بشیم. خداوندم تو ما رو خالی کن، خدایی که عظیم هستی، از هر چیزی که بین ما و تو فاصله میندازه. امروز خداوندم با تمام دل به حضورت اومدیم. امروز خداوندم به حضورت اومدیم تا اعلام کنیم خدایا خیلی وقتها مسیری رو که تو خواستی رو خداوندم اونجوری که تو خواستی رو ما قدم بر نداشتیم. ما با اون فکر انسانی خودمون، با در نظر گرفتن نفع خودمون خدایا اون قدم ها رو برداشتیم. اما ای خداوند ما امروز اومدیم و تقدیم میکنیم اون ظرف رو به تو. امروز از تو میخوایم به نام عیسی مسیح ما رو خالی کنی خداوند، ما رو خالی کنی، اون ظرف رو خالی کنی از هر آنچه که هست و پرمون کنی از حضورت. خدایا اگر تا الان هم خدایا با صدای نفسمون گوش کردیم و پیرو اون بودیم، ولی میخوایم خدای عظیم به بعد ای خداوند صدای خودت رو بشنویم. پس خداوندم ظرفهای ما رو خالی کن به نام عزیز عیسی مسیح. کمک به ما کمک کن تا بتونیم صدای تو رو بشنویم. به ما کمک کن خدایا فرمان بر تو باشیم، خداوند اطاعت کنیم از فرمانهای تو و خدای هر لحظه انتظار بکشیم برای صدای تو، هر لحظه انتظار بکشیم که خداوندم ما رو به کار بگیری، از ما خداوندم ما رو صدا کنی. ای خدایی که عظیم هستی به ما قوتش رو بده. خداوند ما میدونیم با قدرت انسانی خودمون قادر نیستیم، ما قدرت تو رو میخوایم، ما قوت تو رو میخوایم، ما فهم و حکمت تو رو میخوایم برای مسیرمون. خداوندم ای خدایی که پر از عظمت هستی، تو میدونی ما انسان هستیم، تو میدونی خدایا توی لحظه مرتکب اشتباه میشیم، مرتکب گناه میشیم. پس خداوند امروز به حضورت اومدیم، ازت میخوایم که لحظه به لحظه خدای ما رو در آغوشت بکشی. خدایا لحظه به لحظه به ما قوت بدی تا زبانمون در دهانمون بچرخه و برای تمام اشتباهات و گناهانمون در حضورت فروتن بشیم و توبه کنیم. خداوندم به ما قوت بدی تا اون چه که در گذشته انجام میدادیم، اون چه که براش توبه کردیم رو خداوند دوباره تکرارش نکنیم. خداوندم به نام عزیز مسیح به ما قوت بدی که در مسیر خودت ای خداوند استقامت داشته باشیم، در مسیری که خواسته تو هست خداوندم و در انجام اون چه که خودت میخوای خداوند. پس تو قوتش رو در ما ایجاد کن خداوندم، قوت انجام اون چه که خواسته خودت هست رو در ما ایجاد کن تا بتونیم خداوندم تک به تک ما جلال دهنده نام عظیم تو باشیم. پدر جان نام عظیم تو رو جلال بدیم و خداوند
به نام پر از عظمت و جلالت ازت میطلبم خداوندم، تک به تک عزیزانم که خدایا در این روز با ما همراه هستند خداوند، و همچنین اون عزیزایی که خداوندم روزهایی بوده که با ما بودن اما به دلایلی در این روزها با ما همراه نیستند، و حتی کسایی که خداوند تو رو نمیشناسن ولی خدایا در این لحظه این صدا رو گوش میکنن و این دعا رو گوش میکنن. خدایا به نام عزیز عیسی مسیح ازت میخوام خداوند که زندگی تک به تکشون رو تو زیر رو کنی، نورت رو جاری بسازی خداوند، قلب ها رو از آن خودت کنی خداوندم، خودت خدایا شرایط رو فراهم کنی تا تمام اون قلب ها به سمت تو برگردن ای خداوند، چنان عشقی رو در قلب اونها جاری بسازی خداوندم که خدایا به دنبال تو بگردن، در اونها اون شور و اشتیاق رو جاری بساز به قدرت نامت. هر کسی تا حالا ازت نشنیده امروز به نام عیسی مسیح خدای چنان جرقه‌ای در قلب او جاری کن که خدای پر بشه از شور و اشتیاق و بخواد به سمت تو برگرده. به نام پرجلالت خداوند ازت طلب میکنم، خدای تو قادر مطلق هستی، ما همه چیز رو به دستای تو میسپاریم، ما خالی شدن این ظرف‌های آلودمون رو از دستای تو میخوایم خداوند، ما پر شدن از روح القدس رو از دستان تو میخوایم خداوندی که عظیم هستی، خدایی که پر از جلال هستی. تو خودت وعده دادی که توبه کنید و برگردید، اون موقع است که شما رو برکت میدم. خدای ما اومدیم به حضور تو خداوند، ما اومدیم خدای امروز توبه میکنیم در حضور، چون میخوایم صدای ما رو بشنوی خداوندم. خدایا امروز ظرفامون رو خالی کن، چون میخوایم صدای ما به گوش تو برسه خدایا، چون ما نیازمند تو هستیم خداوند، چون محتاج تو هستیم ای خدایی که پر از جلال هستی خداوندم، ای خدایی که پر از عظمت و جلال هستی خدایا. توبه ما رو بپذیر، ما رو زیر رو کن، ما رو خدایا به گونه‌ای تغییر بده ای خداوند عظیم که هر کدومون بشیم مهره‌ای، ابزاری برای جلال نام تو. به نام عزیز عیسی مسیح خداوند شکرت میکنم که اجازه دادی در این روز در این لحظه خدای به حضور پر از جلال تو بیام و این دعا رو به حضورت بلند کنم خداوندم. به نام عزیز عیسی مسیح برای هر آنچه که دعا کردم در نام پرجلال عیسی مسیح به حضورت بلند کردم، با ایمان، با شکرگزاری و در اتحاد و در ایمان و اعتماد به تو خدای جواب دعام رو دریافت کردم. به نام پرجلال عیسی مسیح آمین.